تفاوت‌های افراد گربه دوست و سگ دوست. شاید برای خودتون معلوم باشه چجور آدمی هستید. با گربه ها میسازید یا ترجیح میدید که وقتتون رو با سگ ها بگذرونید. ولی خب بعضی ها هستن که درست نمیدونن کدوم طرف خط ایستادن و هدف ما هم از این ویدیو کمک کردن به اونهاست. افراد زیادی هستن که توی خونه خودشون حیوان نگهداری میکنن. حالا احتمال داره که حیوانشون خزنده باشه یا سگ و گربه و پرنده. ولی خب بر اساس آمارها مردم معمولاً ترجیح میدن که توی خونهشون سگ یا گربه داشته باشن. سلام به چنل کیپت خوش اومدید. ما اینجا راجع به حیوانات خونگی صحبت میکنیم و امروز هم قصد داریم که با همراهی شما با تفاوت‌های افراد گربه دوست و سگ دوست آشنا بشیم. ساب کردن چنل و فعال کردن زنگوله یادتون نره ها. 41% افراد خودشون رو گربه دوست و 71% هم خودشون رو دوستدار سگ ها میدونن. آدم هایی که هم به سگ ها و هم به گربه ها علاقه‌مند هستن غالباً بیشتر اهل کنار اومدن با سگ ها هستن. در ادامه میخوام بهتون ویژگی های شخصیتی افراد گربه دوست و سگ دوست رو بگم. ویژگی های شخصیتی آدم های طرفدار گربه ها. زنها بیشتر از مردها به گربه ها تمایل دارند. گربه دوست ها در مقایسه با سگ دوست ها 11% بیشتر درونگرا هستند. گربه دوست ها 11% بیشتر از سگ دوست ها رفتارهای غیر معمول دارن و یه جورایی آدمهایی خلاف جریان به حساب میان. طرفداران گربه ها به نسبت سگ دوست ها کمتر تمایل به سلطه‌گری و امر و نهی دارن. گربه دوست ها معمولاً آدمهایی آزادی خواهتر و لیبرالتر هستند. این دسته از افراد 36% بیشتر احتمال داره که در مهمانی همراه دوستانشون بمونن به نسبت سگ دوست ها. ویژگی های شخصیتی آدم های سگ دوست. مردها بیشتر از زنها به سگ ها علاقه دارن. سگ دوست ها به نسبت گربه دوست ها 15% برونگراتر هستند. احتمال اینکه آدم های محافظه‌کاری باشن هم 50% بیشتره. نکته جالب اینه که میزان وجدانگرایی و وظیفه شناسیشون 11% بیشتر از گربه دوست هست. این دسته نسبت به گربه دوست ها 13% بشاشترند و همنشینی باهاشون دلپذیرتره. میشه اینو هم گفت که کم و بیش آدم‌های قابل اعتماد تری هستن و همچنین احتمال اینکه در محیط‌های اجتماعی و دور همی‌ها به دنبال توجه باشن خیلی بیشتره. حالا بیاین ببینیم تحصیلات و محل زندگی سگ دوست‌ها و گربه دوست‌ها چه فرقایی با هم دارن. احتمال اینکه گربه دوست‌ها مدرک کارشناسی ارشدشون رو گرفته باشن 17% بیشتر از سگ دوست هست. حالا از اون ور طرفداران سگ ها 28% بیشتر از گربه دوست ها امکان داره که هنوز دانشجو باشن. گربه دوست ها 29% بیشتر احتمال داره که در شهر سکونت داشته باشن و همچنین 33% هم بیشتر احتمال داره که تنها زندگی کنن و 2 برابر بیشتر از سگ دوست ها توی آپارتمان زندگی میکنن. سگ دوست ها 30% بیشتر احتمال داره که ساکن مناطق حومه‌ای یا روستایی باشن. احتمال ازدواج کردنشون در مقایسه با گربه دوست ها بیشتره و احتمال اینکه صاحب خونه‌ای باشن که در اون سکونت دارن 28% بیشتره. خب حالا نوبت اینه که این ویژگی ها رو مرور کنید و ببینید که آدم سگ دوستی هستید یا نه گربه ها رو ترجیح میدید. دور و بر شما آدما بیشتر طرفدار سگ ها هستن یا گربه ها؟ اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذاریدش. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.